به نام خدا، امروز رو با شما هستیم با آموزش الگویابی عددی به روش منظم. عدد اول 1، 2 تا بهش اضاف میشه میشن 3، به 3 2 تای دیگه اضاف میشه با هم میشن 5، به 5 2 تای دیگه اضاف میشه با هم میشن 7، به 7 2 تای دیگه اضاف میشه با هم میشن 9. به همین ترتیب به هر شکل 2 تا 2 تا اضاف میشه و الگو ادامه پیدا میکنه و به هر عدد یک عدد ثابت مثل 2 اضافه میشه که به این میگن الگویابی عددی منظم. خب به عبارت پایین نگاه کن. اولی 38، به 38 6 تا اضاف میشه با هم میشن 44، به 44 6 تا اضاف میشه با هم میشن 50، به 50 6 تا اضاف میشه با هم میشن 56. حالا شما بگو عدد بعدی چند میشه؟ توی کامنت ها برام بذار.